سلام بچه‌های شیرین، درس نوبتیمون رو از روی کتابی الفبا آغاز می‌نماییم. امروز ما با شما با حرفی نوبتی کتاب الفبا آشنا می‌گردیم. این حرفی ش است. ش کلان، ش خرد. با حرفی ش بچه‌های شیرین در زبان تاجیکی بسیار کلمه‌ها وا می‌خورند. یعنی که حرفی ش می‌تواند که در اولی کلمه، در مابین کلمه و تا حتی در آخری کلمه هم آید. در کلمه‌های شیر، شکر، شلغم، شمشیر حرفی ش در اولی کلمه ها می آید. به رسم زیرین نگاه کنید. بچه‌های شیرین، این رسمی چیست؟ بله، شیر است. شیر زورترین حیوان است. شاهی درندگان است. بله، نام شیر با حرفی ش نوشته می شود. یعنی که در کلمه شیر حرفی ش در اولی کلمه وا می خورد. به رسم های زیرین بینگرید. این رسمی چیست بچه‌های شیرین؟ رسمی شانه. خوب، زیر همین رسم ما میبینیم که 4 خانه‌چه نشان داده شده است. از این 4 خانه‌چه ما باید خلاصه برآوریم که در کلمه شانه چند حرف است؟ بله 4 حرف و حرفی اولی کلمه با همصدا آغاز می شود. در اینجا گفته نماند که حرفی ش همصدا است. برای همین در همین کلمه با رنگ سرخ نشان داده شده است. خب به رسم دیگر می نگریم. این رسمی چیست بچه‌های شیرین؟ این رسمی شتر است. کلمه شتر نیز با حرفی ش نوشته می شود. یعنی که حرفی ش در اولی کلمه شتر می آید. کلمه های زیرین رو می خونیم. ش آ، شا، ن ا نا، شا نه. 2 هجا دارد. هجای شا، هجای نه. اکنون 2 هجا رو ما پیوست می سازیم و کلمه شانه می شود. خوب، کلمه دیگر. آش، 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 نه آ نا، آش نا، آش نا. ا نه ا نه، آنا. ش ا شا ش، شش. م او ما ش، ماش. ا نه ا نه، آنا. ش آ شا شا، نه ا نه، شا نه. اکنون جمله رو میخونیم. انا شانه. ش اش شش، ش اش ش، شش. ش آ شا شا نه، شا نه. شش شانه. آش، آش. نا، نه آ نا، آش نا، آشنا. م ا ما، نه ا نه، مانا. آش، آش. آشنا. مانا، آش.
به حرفای زیرین نظر میکنیم و یک جویه همین حرفا رو تلفظ میکنیم. ل، ش، او، ن، ا، م، ر. بچه های شیرین، ما میبینیم که در اینجا دایره‌چه ها نشان داده شدند. خب شما نیز ممکن سوال دادنی باشه چرا دایره‌چه ها اینجا هستند؟ خب نظر میکنیم حرفی ل حرفی صدانک است یا هم صدا؟ البته حرفی سرخ، حرفی هم صدا. ما پیوست میسازیم حرفی ل رو با دایره‌چه سرخ هم صدا است. حرفی ش حرفی هم صدا است. البته ش رو نیز ما با دایره‌چه دیگر پیوست میسازیم. حرفی او حرفی صدانک است. با دایره‌چه سبز پیوست میسازیم. حرفی ن هم صدا است، از این خاطر با دایره‌چه سرخ پیوست میسازیم. حرفی ا صدانک است، ما آن را با دایره‌چه سبز پیوست میسازیم. و حرفی م هم صدا است، با دایره‌چه سرخ پیوست میسازیم. حرفی ر هم صدا است، با دایره‌چه سرخ پیوست میسازیم. و نگاه میکنیم که اینجا رسمی است. رسمی چیست؟ رسمی آش. آیا از همین حرف ها کلمه آش رو ساخته می شده باشد؟ بله می شود. آش، آش. بسیار نغز. کلمه های زیرین رو باید ما بخونیم. ل، آ، لا، لا، ل، آ، لا، 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 ل، آ، لا، ن، آ، نا، لو، نا، ر، آ، را، م، آ، ما، را، ما. آش، آش. ن، آ، نو، آش، نو. ا، ن، آ، ر، نور، ا، نور. م، آ، ما، ش، ماش. خوب و این رسم نگاه میکنیم. این رسمی چیست بچه های شیرین؟ این رسمی ماش است. ماش. ل، آ، لا، ل، آ، لا، لو، لا، لولا. آنا، آنا. لو، ن، آ، نا، لونا. لولا، آنا، لونا. آش، آش. ن، آ، نو، آش، نو، آشنا. آنا، آنا. م، آ، ماش، ماش. آشنا. آنا، ماش. نوشت حرفی ش چونین است. شما در دفترچه هایتان ش کلان را و ش خرد را همین طور نوشته گیرید. خوب اینجا حرفی ش چه خیلی نوشته می شود نشان داده شده است و هیجای ش، آ، شا. هیجای شا چه خیلی نوشته می شود در کتاب نشان داده شده است. این حرفی ش کلان است. ش کلان و پیوست شوی ش کلان با ش خرد. اکنون بیایید حرفی ش را در تخته صنف می نویسیم.
این حرفی ش است. ش کلان چنین طور نوشته می شود. خوب، شما سراسیمه نشوید بچه‌های شیرین. اکنون ش خرد را می نویسیم. این ش خرد است. و اکنون بیایید کلمه آش را می نویسیم. آش، آش. آش، آش. خب بار دیگر می نویسیم. آش، آش. خب ما نوشتیم. اکنون کلمه دیگر رو می نویسیم. ماش، م آ ش، ماش. خب بار دیگر می نویسیم. ماش، م آ ماش، ماش. خب اکنون طرز پیوست شدنی حرف ش کلان با ش خود را نیز ما می نویسیم. حرفهای گذشته ما رو تکرار می نماییم. حرفی ر، حرفی ا، حرفی ل، حرفی ن، حرفی او، حرفی م، حرفی ش. بچه‌های عزیز، در همین جا درسی امروزه ما به آخر رسید. نیک نام و سربلند باشید.